خب بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت همه عزیزان. طاعات و عباداتتون قبول باشه. ما رو از دعای خیرتون بی بهره نکنید در این شب‌های عزیز. خب منطقه کم کم داره به سمت و سوی میره که امروز چند ساعتی بیشتر تا دور سوم مذاکرات ایران و آمریکا نمونده در ژنو که آقای عراقچی و ویتکاف و گشنر از طرف دو طرف با هم دیدار غیر مستقیم البته میخوان برگزار کنن. تا رسیدن به این چند ساعتی که میخواد این نشست برگزار شه، این مذاکره یا این معامله میخواد برگزار بشه، قاعدتاً خب حرف و حدیث‌های در جامعه جهانی، در رسانه‌ها و در نشریات فراوون شده. اما قاعدتاً بریم یک مصاحبه‌ای هم دیشب آقای عراقچی با یک نشریه حضور شما هست که هندی داشت. برای ما خیلی جالب بود چون مودی هم همزمان در هند بود و اونجا دیدید که چه اتفاقاتی افتاد. رقم خورد برای مودی، بهش مدال دادن، خودش جزو یهودیای حضور شما هست که اسرائیلی دونست و همچنین تاکید فراوانی کردن برای پروژه آیمک. اینا رو بعدا براتون توضیح میدم، ولی خب خیلی جالب بود که همزمان با اون اتفاق آیه عراقچی هم با یک نشریه هندی، یک رسانه هندی مصاحبه انجام داد که حالا توی ادامه بهتون عرض میکنم. اما بریم در رابطه با این مسئله. من پولیتیکو رو انتخاب کردم براتون که یک مقاله رو داده، انشالله که بتونیم مفید واقع بشه، یه تحلیل روش بریم. از کارزار محدود تا حمله سراسری. میگه پولیتیکو، میگه آمریکا ترجیح میده رژیم صهیونیستی آغازگر حملات به ایران باشه، در حالی که تنها چند ساعت به برگزاری دور سوم مذاکرات ایران و آمریکا مونده. به گزارش پولیتیکو میگه امیدها در واشنگتن برای دستیابی به توافق با تهران کمتر شده. چرا کمتر شده؟ چون اون خواسته‌ای که باز دیروز مطرح کردن ترامپ تو سخنرانی کنگرهش، من توی ویدیوی قبلیمون بهتون خیلی خلاصه مفید گفتم، 3 دقیقه کلا در رابطه با ایران صحبت کرد. بحث هسته‌ای ایران بود، بحث موشکی و بحث نیابتی و حضور شما هست که توی کنگره صحبتش بیان کرده بود تو 3 دقیقه. اونا اینا رو از ما میخوان فعلا. اول هسته‌ای صفر بشه، دوم برد موشکی فقط به مرزهای خودت برسه 300 کیلومتر و سوم هم این که نیروهای نیابتی رو حمایت نکنی، نه حمایت مالی نه حمایت نظامی، که حالا اینا رو ما تو فصل خودش براتون توضیح دادیم. اما اینجا چرا میگه نمیرسه؟ چون اونا میگن غنیسازی اصلا صفر، به هیچ وجه در ایران اجازه ندارید غنیسازی کنید. بنابراین طبق گزارش‌هایی که اومده، مشاوران ارشد ترامپ ترجیح میدن که رژیم صهیونیستی پیش از آنکه آمریکا حمله کنه، اون حمله رو آغاز کنه، آمریکا دوباره وجهه خودش حفظ کنه و به عنوان طرفدار کسی که ورود پیدا میکنه که در جنگ داره حداقل لطمات شدیدی میخوره. پولیتیکو 2 تا منبع رو مورد بررسی قرار داده که نزدیک به دولت ترامپ هستن. میگه این 2 تا مقامات دولت ترامپ، میگه رئیس جمهور آمریکا در محافل خصوصی خودش یه بحثی رو باز کرده که حمله رژیم صهیونیستی منجر به تلافی ایران میشه و این امر به جلب حمایت رای دهندگان آمریکایی به ایران کمک میکنه. میدونید آخریش من عرض کردم تو ویدیوهای قبلی هم گفته بودم، مؤسسه گالوپ اومده و رای گیری کرده و یه نظرسنجی کرده بود، تا 68 تا 70% مخالف جنگ بودن. میگه اگر ما بخوایم این 70% رو برسونیم به زیر 50%، برای یه کاری کنیم که رژیم صهیونیستی اسرائیل حمله بکنه، ایران حضور شما هست که اقدامات خودش انجام بده. اینجاست که نظر مردم ما رو میتونیم برگردونیم، یک محاسبات انجام میدیم که بتونیم برگردونیم بیاد به سمت اینکه ما ورود پیدا کنیم به جنگ، یعنی اون 68-70% رو بشکنیم بیاریم زیر 50%. یه محاسبه سیاسی هم اینجا انجام دادن. میگه اون ارزیابی که مقامات آمریکایی کردن که اگر ابتدا به آمریکا و متحدانش ایران حمله بکنه، آمریکایی‌ها بیشتر موافق میشن که آمریکا وارد به جنگ نشه. ایران اگر پیش دستانه عملیات بکنه که نمیکنه این کارو، اگر آمریکا بخواد عملیات بکنه، قاعدتا نظریه باز همون 68-70% است، نظریه داخلی جالب در نمیاد. ایران هم که پیش دستانه عملیات انجام نمیده که بتونه توافق موافقت نظر عمومی مردم آمریکا جلب کنه به این که بیان وارد جنگ بشن.
پس در نتیجه بهترین گزینه عملیات رژیم صهیونیستی که دیدیم توی صحبتاش ترامپ دستشو باز گذاشت که ما اختیار خودمون داریم، اینا هم اختیار خودشون دارن. ما داریم با هم مذاکره میکنیم از منظر رژیم صهیونیستی و اسرائیل، اونا هر جا احساس خطر کنن میتونن وارد بشن. این چکیده کلام ترامپ هستش. کشور مجزایی هست، ما هم کشور مجزایی هستیم. ما داریم الان اختلافمون رو با ایران حل میکنیم. اگر ایران مشکلی داره با ما داریم اون حل میکنیم، ولی با رژیم صهیونیستی خودشون میدونن. میگه بنابراین آخرین نظرسنجی‌های آمریکایی‌ها به ویژه جمهوری خواهان از تغییر حکومت در ایران دارن حمایت میکنن، اما حاضر نیستن جون نیروهای آمریکایی برای تحقق این اهداف به خطر بیفته. و این به اون معناست که تیم دولت آقای ترامپ علاوه بر توجیهات حمله از جمله برنامه هسته‌ای ایران، چگونگی انجام اونم باید در نظر بگیره که میخواد عملیات انجام به چه منظر هستش، به چه سمت میره. بعد این هزینه هاشو برآورد بکنن دیگه، هزینه فایدهش باید ببینم. اون وزیر خزانه داری آمریکا مایک بنسن نگفتش که ما با کمترین هزینه بیشترین دستاورد داشتیم، یا خود ترامپ در رابطه با ونزوئلا دیدید که گفت با کمترین هزینه بیشترین دستاورد داشتیم. اتفاقا چه صحبت خوبی هم تو کنگره کرد که ایستاده براش دست دادن. 80 میلیون بشکه نفت برای کشورش گفت من گرفتم از ونزوئلا. اینا دنبال همچین چیزی هستن. یکی از منابع رسمی در دولت ترامپ میگه در داخل و پیرامون دولت این تفکر وجود داره که از نظر سیاسی بهتره که اسرائیلی دوباره حمله بکنن. باز با این تفکر به کجا داریم؟ به تنهایی هم حمله کنن، سپس ایرانی‌ها میان تلافی بکنن و ما دلیل بیشتری داریم که بتونیم ورود پیدا بکنیم اینجا از جانب حق طلبانه پشت کشوری واسیم که متحد ما هستش. دو تا گفته همین دو منبعی که این صحبت‌ها رو ما خیلی خلاصه‌اش براتون عرض کردم. میگه فارغ از تمایل به این که اسرائیل اول اقدام کنه، محتمل ترین سناریو عملیات مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستیه که این گزارش داره در حال منتشر میشه که سومین دور مذاکرات عرض کردم با شما حضور آقای عراقچی وزیر خارجه ایران، ویتکاف و آقای گشنه فرستاده ویژه کاخ سفید و مشاور ترامپ دارن قرار چند ساعت دیگه در ژنو برگزار شه. باز پولیتیکو از یک منبع دیگه اومده یه سری مسائل رو مطرح میکنه که میگه تلاش برای رفتن راه حل دیپلماتیک جدیه، ولی به نظر من این وقت کشیه، این زمان کشیه. اما تفکر نزدیکترین افراد به رئیس جمهور این است که ما قرار است حکومت ایران را بمباران کنیم. چه زمانی ورود پیدا میکنه؟ زمانی که ایران به نقطه استئصال ضعف خودش نزدیک باشه. این نقطه ضعف یعنی چی؟ یعنی که از داخل ایرانو همونجوری که بالاتفاق تمام اعضای کابینه آمریکا، مارکو روبینو، جی دی ونس حضورشون هست که حالا این خانم نانسی پلوسی که البته نیستش باز ایده نظر داده بود، لینسی گراهام، همه اینا نشستن میگن از داخل ایران اگر بتونیم ما ضعیف بکنیم با فشارهای اقتصادی و در داخل ایجاد اغتشاش آشوب با افرادی که هستن، میتونیم رژیم رو تضعیف بکنیم. از منظر شرق و غرب ایران هم که اون طرف ارتش آزاد بلوچ در شرق ایران مستقره و این طرف هم کردها تونستن با هم اتحادی برقرار کنن مثل همون اتحادی که تو بلوچستان انجام شد، میتونیم از شرق و غرب هم توسط این جدایی طلبها به ایران لطمه بزنیم. مضافه بر اون که در داخل آتیش اعتراضات و اغتشاشات و اون نفوذیایی که وارد شدن بدمن به این درگیری ها، ما یک عملیات محدود به موقع برق‌آسا انجام میدیم. جاهایی که بالاخره اطلاعات و آمار دادن مراکز سیاسی، استراتژیک، نظامی، فرمانده ایران هم بزنن و قاعدتا بتونن از درون یه حزبی یه گروهی رو بیارن روی کار. که باز مقاله که باز باید ببینیم اون گروه، اون حزبی که میخواد بیاد سر کار باید حزب و گروهی باشه که دقیقاً در مسیر افکار آمریکا باشه، مثل خانم درسی رودریگوز که تو یکی دو تا ویدیوی قبلی براتون توضیح دادم که تفکرشون به چه صورته و الان خانم درسی رودریگوز هم خودش داره به چالش کشید میشه. اما ما یه تحلیلی هم رفته بودم که حالا اینجا نیست برای دوستانم بگیم. به نظر من اگر آمریکا در ایران حمله بکنه، حالا یا اسرائیل اول حمله کنه، آمریکا پشت بندش بیاد برای حمایت از اون وارد بشه، یا خود آمریکا مستقیم عملیاتش انجام بده، اگر این عملیات طولانی بشه، یعنی از اون یک ماه مهلتی که رئیس جمهور آمریکا داره بدون اجازه کنگره، اجازه داره یک ماه عملیات نظامی انجام بده که اگر موفق بود میتونه تا یک ماه دیگه هم تمدید بشه.
اگر اینجا در منجلاب جنگ ایران گیر بکنه، این تو ذهنتون باشه، کی داره پیروز میشه، کی موفق میشه؟ کشور چین، کشوری که تمام اهداف آمریکا چین هستش، مد نظرش زدن اقتصاد چین هستش. ولی اینجا الان آمریکا درگیر میشه، اروپا هم که درگیر در بحث اوکراین. داریم میبینیم خانم فوندرلاین اومدن صحبتی کردن در اروپا که باید 90 تا 94 میلیارد یورو کمک کنن به اوکراین، اونا هم خودشون گیر هستن. اینجا چین اگر بخواد توی جایی باشه که فقط نظاره‌گر باشه و تسلیحات بده که آمریکا رو بتونه اینجا خفه بکنه، نگرش بداره، من فکر میکنم تحلیل خودمونه، آتیش جنگ تایوان رو رقم میزنه. حالا آمریکا مخصوصا از متحدان خودش مثل کره جنوبی، مثل ژاپن، مثل استرالیا، کشورهایی که اونجا هستن، حالا به نوعی شاید تایلند، شاید حضور شما هست که فیلیپین از اینا بخواد استفاده کنه، آتیش جنگ هم اونجا به پا بکنه که نذاره چین اینجا نظاره‌گر باشه، اقتصادش رو پویا بکنه و قاعدتاً هزینه‌های سنگین جنگی که به آمریکا تحمیل میشه رو اون طرف به چین هم تحمیل بکنه. اینم من خواستم در نظر داشته باشیم. یه همچین تحلیلی هم ما داریم میکنیم، چون بررسی که کردیم قاعدتاً نقطه درست همینه که آمریکا مثل جنگ جهانی اول دوم که نظاره‌گر بود، بعد به موقع ورود پیدا کرد، جامعه جهانی دیدیم اون بحثایی که تا الان تسلط پیدا کرد به اروپا و جاهای دیگه، الان دارید خودتون نظاره‌گر. این اتفاق نمیذاره برای چین بیفته. اگر دستش توی منطقه ما درگیریش ایجاد بشه، نتونه سریع و سریع جمعش بکنه، طولانی مدت بشه و در واقع به قول خودشون باطلاق جنگ بین ایران و خودش گیر بکنه، قاعدتاً کشور چین هم از طریق تایوان درگیر میکنه. بریم ادامه مقاله، زیاد طولانیش نکنیم. میگه اگه حمله با مقیاسی برای تغییر حکومت در ایران انجام بشه، جمهوری اسلامی ایران احتمالاً با هر چی در توان داره تلافی میکنه. یعنی این همون مسئله بود. میگه ما تجهیزات زیادی تو منطقه آوردیم، دارید میبینید ناوگاناشو آورده، حضور شما هست که هواپیما و سوخرسان هر چی که داره میاره. که عرض کردم از 2003 جنگ که با عراق شروع کرد جورج بوش پسر، دقیقاً 40-50% نیروهاشو آورده همونجوری که اون موقع زمان آورده، الان یکم هم بیشتر آورده. در منطقه غرب آسیا مستقر کرده، در اروپا در قبرس مستقر کرده که بتونه در این عملیات نظامی که اگر خواست انجام بده، فعلا برای اولیه‌اش تجهیزات عالی داشته باشه. یه سردرگمی استراتژی هم داره ایجاد میکنه با این انتقال ناوهاش. الان این جنرال فورد رو برده عقب‌تر، قاعدتاً انتقال نیروها و تجهیزاتش از پایگاه العدید قطر به قبرس، این کارا هم که داره میکنه یه سردرگمی داره تو منطقه ایجاد میکنه که نتونه نیروهای میدان ایران تمرکز کنه که بدون آمریکا چیکار میکنه و از داخل شاید داره یک اتفاقات بدی رو رقم میزنه، چیدمان داخلش رو داره انجام میده، ذهن ما رو میبره به اون سمت که حالا این ناو جنرال فورد رفت، آبرام لینکلن اومد، سوخرساناش از العدید رفتن قبرس، جنگنده هاش مثلا رفتن به یک منطقه دیگه. این تغییر و تحولات رو داره یه کاری میکنه چیدمانای توی منطقه شو توی ایران انجام بده. من به نظرم اینه و به خاطر همین هم داره زمان میخره. امروز هم به نظر من فکر میکنم که یه توافق نیم بند، یه چیزی که بریم دوباره تو کشورامون توی پایتختامون با مدیران ارشدمون بررسی کنیم و مطالب بیان کنیم، یه همچین چیزایی هست کشش بدن تا آمریکا بتونه اون چیزی که داره، خاصه‌ای که داره، در واقع ضربه زدن آنی فوری به ایران، اون کارو بتونه چیدمانش انجام بده. من این تحلیل خود ماست، اما حالا هر کی یه تحلیلی داره. میگه ما تجهیزات بسیار تو منطقه آوردیم و هر کدوم از اونها میتونه هدف قرار بگیره. آنها زیر گنبد آهنین نیستن، یعنی پادگانایی که در اطراف ایران چیدمان کرده و در نتیجه احتمال تلفات نیروهای آمریکایی وجود داره و چنین چیزی با ریسک سیاسی بسیار بالایی همراه. ترامپ میگه گزینه‌های بسیاری برای حمله ایران در اختیار داره. یکی از اونها همونطوری که بیشتر نیست تو رسانه‌های آمریکایی گزارش دادن، حمله اولیه گفتم محدود به ایران بوده و هدفش هم وادار کردن جمهوری اسلامی به پذیرش توافقه که پیتکاف میگه چنین توافق نمیگه، ما این همه نیرو و تجهیزات رو میترسیم و توافق میکردن. در صورتی که این نتیجه حاصل نشده و آقای ترامپ میتونه دستور حمله گسترده به ایران رو صادر کنه. این هم یه نظر دیگه است که به گفته یک مقام آمریکایی به احتمال زیاد تأسیسات هسته‌ای یا باقی مانده تأسیساتی که در ماه ژوئن هدف حمله قرار گرفت، اون چکشی نیمه شب که تأسیسات هسته‌ای ایران رو زد، از اهداف هر حمله نظامی ایران جزو اهداف اصلیشه. دوباره همونجا رو میخوام بزنم. اما از سوی دیگر
رژیم صهیونیستی اسرائیل برنامه موشک‌های بالستیک ایران رو تهدید برای امنیت خود می‌دونه. اینو چرا من دارم میگم؟ دیروز تو صحبت‌های آقای عراقچی میگه ما خودمون خواستیم برد موشک‌هامون رو آوردیم زیر 2000 کیلومتر کردیم. یعنی آمریکا، اروپا بدون شما رو تهدید نمی‌کنیم. جالب اینجاست طرف اصلی ما اسرائیله. اونه که داره برای ما خط نشون میکشه، اونه که میگه برد موشکی یاد میاد، اونه که داره جلب حمایت آمریکا رو داره، اروپا رو داره، همه پشت سر اون وایستادن. یعنی ما به جایی که میام جلب حمایت آمریکا رو بگیریم که برد موشکی ما آقای ترامپ نمیرسه اونجا، این صحبت ها رو نکنید. اروپا برد موشک‌های ما نمیرسه به شما، این صحبت ها. این رژیم صهیونیستیه، این کارگزار غرب و آمریکاست که تو منطقه غرب آسیا قرارش دادن و قاعدتا این باید تایید بکنه برد موشکیت میرسه یا نه. جناب آقای عراقچی چرا اینقدر شما ساده انگارانه صحبت میکنید؟ شما باید نظر رژیم صهیونیستی رو جلب کنید. آمریکا الان میگه خب باشه قبول غیر از این نیست دیگه، توافق قبول غیر از این نیستش دیگه. رژیم صهیونیستی قبول نمیکنه، وارد جنگ میشه. آمریکا به عنوان متحد اصلی رژیم صهیونیستی باز وارد جنگ میشه. این که ما خودمون خواستیم بیاریم، این چه حرفاییه؟ من میدونم در سطح دیپلماسی کسی که دیپلمات یک کشوره و ارشد این همه به قول خودش تجربه داره، این چه صحبتایی میکنه؟ یا شما باید رو در رو با نتانیاهو بشینید صحبت کنید، رضایت اون رو جلب کنید، چون آمریکا می‌بینی اونو به عنوان یک کشور مستقل بیان کرده، خودش میدونه اگه عملیات بکنه متحد اصلی آمریکاست، آمریکا پشتش حمله می‌کنه. همینجوری که الان دارم عرض می‌کنم خدمتتون، همه اینو میدونن، کل جامعه جهانی میدونه. بعد ما مخصوصا آوردیم زیر 2000 کیلومتر که بگیم آمریکا و اروپا شما رو نمیزنیم. مگه ما جنگمون با اروپا و آمریکاست؟ آمریکا یه جنگ اقتصادی ایجاد کرده، ما باید یه کاری می‌کنیم که از این جنگ اقتصادی که برای کشور من ایجاد کرده فرار بکنیم. از هر ابزارالاتی که میتونستیم، از هر امکاناتی که میتونستیم استفاده بکنیم. بارها هم گفتم ما چرا نرفتیم از کشوری مثل چین استفاده کنیم برای بروز کردن صنایع نفت و گاز خودمون، اوورهال کردن صنایع نفت و گاز خودمون، که این کارو شیاد سودانی تو عراق کرد، 52 میلیارد دلار هزینه کرده. دستاورد مهم شیاد سودانی چیه؟ اینه که تونستن به خودکفای نفت سفید و بنزین و گازوئیل برسن. ما نکردیم در کشور خودمون تو اون قرارداد 25 ساله. ما بعد میرفتیم به اون سمت که جنگ اقتصادی که آمریکا 20 ساله برای ما شروع کرده رو خنثی بکنیم، نه اینکه بریم جلب رضایت کنیم. اگر دنبال سرمایه گذار بودیم، مگه چین نمیخواست سرمایه گذاری کنه بودن 400 میلیارد در این کشور؟ اگر دنبال این بود که بنادرون رو بخوایم بسازیم، اون قرارداد سال 2000 که بین ایران و هند و روسیه بسته شد بابت کریدور شمال، برداشتید دادید چابهار رو به هندی که تا الان نساخته اون بندر چابهار ما رو. اگر این قرارداد ما با چین بسته بودیم، مثل بندر گوادر پاکستان که خودشون میگن 41 میلیارد دلار هزینه کردن ساختن، مثل هزاران بندر دیگه که در سراسر جهان ساختن، خب چین اینجا میساختیم بندر رو، ما الان متنفع میشدیم از این. در نتیجه میتونستیم تحریم‌های اقتصادی آمریکا رو دور بزنیم، میتونستیم تحریم‌های اقتصادی آمریکا رو خنثی کنیم. این چه تفکری که در جامعه من پیاده میشه؟ از لحاظ بحث مالی وقتی ما داریم نفت رو به چین میفروشیم و از چین داریم حضور شما اصلا کالا وارد میکنیم، چرا ما نباید به ارز محلی، همونجور که حضرت آقا بیان مطلب کردن، چرا نباید به ارز محلی این کارو بکنیم که تحریم اقتصادی آمریکا رو بتونیم خنثی کنیم؟ معادل همون میلیون 20 میلیارد 25 میلیارد 30 میلیارد هر چقدری که هست ما مراودات اقتصادی داریم، انرژی میدیم، کالا وارد میکنیم، میتونستیم با ارز محلی یوان این کار انجام بدیم یا نمیتونستیم انجام بدیم؟ که این یوان دیجیتال که بانک آف چاینا یه مقاله رو بیرون داد که بودن 200 کشور دارن میان به اون سمت و اولین تراکنش ارزی یوان دیجیتال بین خودشون یکی از بانک‌های اندونزی انجام شد، 7 ثانیه طول کشید. خب این چه مشکل داشت؟ ما باید میرفتیم در جنگ اقتصادی رو با جنگ اقتصادی باید چجوری طرف شد؟ ببینید چه عواملی در ما رو هدف قرار گرفته، مالی مونه، نفت و گازمونه و حضور شما هست که بنادرمونه، ریلیمونه، حمل و نقلمونه، کریدورامونه. از اون منظر بیایم مبارزه بکنیم. این که ما بخوایم جلب حمایت آمریکا رو بکنیم که نمیشه دلیل. که کریدور شمال به جنوب ما ببینید چند سال مونده تو رشت آستارا، هر روزم یه خبر میاد بیرون که چند روز بیرون که خانم مالجدی رفتن امضا کردن. خیلی جالبه، دوباره باز بحث کریدور شمال به جنوب، بس اون تیکه 100 و چند کیلومتری رشت آستارا رو دارن بیان میکنن. ما بعد میرفتیم به اون سمت. بچهای میدان ما وقتی که میگن جنگ فیزیکی هست، جنگ پهپادی، جنگ موشکی،
جنگ دریایی، هر جنگ هوایی است، میرن تقویت میکنن نیرو هواییشون و پدافندشون و موشکیشون و اونا که نمیان ورود پیدا کنن بشینن که آی خدایا ما بریم قرار آمریکا رفیق بشیم، دوست بشیم، به ما ناو بده، به ما موشک بده. ورود پیدا کردن، ساختن، قوی شدن، اومدن بالا، جزو 5 کشور برتر جهان در پهپادی و موشکی هستیم. من نمیگم، همین شاهد 136 ما معادله جنگ اوکراین روسیه ببین چه قشنگ عوضش کرد. چرا اینقدر ما ساده انگار هستیم؟ چرا به این سمت نمیریم؟ اینو ذهنتون رو باز کنید دوستان من، عزیزان من، که ما خیلی راحت میتونستیم همون تأسیساتی رو که چین برای عراق درست کرد، همون بنادری که چین برای پاکستان درست کرد، اینا تو ایران انجام میداد. بحث مالیمون هم میتونستیم همین تراکم نشانه مالیمون هم همین کارو انجام بدیم. نکردیم. الان منتظر این هستیم بحث اصلی در جامعه غرب آسیا کارگزاری است که 1948 آوردن تو اینجا به رسمیت شناختنش به اسم اسرائیل. اون الان باید تایید بکنه که کشورهای پیرامونیش، یک، از لحاظ تسلیحات نظامی پایین‌تر از اون هستن، دوم از لحاظ عمق استراتژیک کوچکتر از اون هستن، این کشورها رو باید تجزیه بکنیم، و سوم حمایت جلب سازمان ملل که داره این همه قدنامه برای غزه فرستادن، این همه محکوم شد تو دادگاه لاهه، ببینید چه کدومش تاثیر کرده این کشور. الان ما اگه چسبیدیم به آمریکا کاری برای ما نمیکنه که. آمریکا فکر میکنید مثل سوریه که این جولانی تروریست و این که دیگه خودش 5 میلیون دلار برای سرش جایزه گذاشته بود، آورد کت شلوار کرواتیش کرد، یه کلون هم براش زد. اون تحریم‌های سزاری که زمان بشار اسد چیه رو ورده، شما اونجوری میشید. این تفکره که جامعه منو داره به عقب میبره، این تفکره که داره اقتصاد کشور من رو نابود میکنه که همه بشینیم آمریکا اگر ما رابطه برقرار کنیم میاد برای ما 2 تریلیون دلار 5 تریلیون دلار یه صحبتایی که میکنم، میاد تو کشور ما سرمایه گذاری میکنه. آمریکا اگه اینقدر پولا رو داشت که نمیاد کاسه گدایی دستش بگیره، تمام اعراب خلیج فارس رو بدوشه، بره متحدای خودش رو بدوشه، از ژاپن بگیر، کره جنوبی بگیر، اتحادیه اروپا بگیر. آمریکا این پولا رو داشت که نمیاد این کارا رو بکنه، که الان بیاد تو کشور من هزینه کنه. نه خیر، اگر بیاد در این کشور مثل همین سخنرانی که تو کنگره کرد، ان شاءالله که شنیده باشید، گفت 80 میلیون بشکه نفت ما از ونزوئلا گرفتیم. دستاورد بزرگ ترامپ. نفت تو هر میداره میفروشه، قاعدتا میخواد از همون فروش نفت 1/3 معلوم نیست چقدر بده، چون ما تو آمار ارقام که نیستیم، هزینه ساخت همون کارهای خودتون میکنه. باز اون قراردادم با شرکت‌های خود نفتی آمریکایی میبندن، پولش هم میگه در کشور خود آمریکا باید لحاظ بشه. همین کاری که الان داره برای ونزوئلا میکنه، همین کاری که برای عراق کرده بود. ببینید اینجاست که ما صحبت داریم با دولتمون، صحبت داریم که چرا کشور منو اینقدر دارن عقب نگه میدارن، فقط دنبال راه نجات از سمت آمریکا هستن. ادامه مقاله میگه دونالد ترامپ شامگاه سه‌شنبه در جریان سخنرانی تو کنگره اعلام میکنه که ما نگران موشک‌های بالستیک هستیم که آقای عراقچی گفتن نگران نباش، ما بردیمش زیر 2000 کیلومتر. میگه اونها در حال حاضر در حال توسعه موشک‌هاشون هستن و این تهدیدی برای اروپا و پایگاه‌های ما در منطقه. ببین این آقای عراقچی میگه پایگاه‌های ما در منطقه، برد 2000 کیلومتر پایگاه‌های آمریکا هم میرسه. اینم در جریان باشید. ترامپ باز صحبت میکنه که جمهوری اسلامی در حال توسعه موشک‌هاش است که عرض کردم که بتونه برسونه، که ما گفتیم نمیرسونیم. مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا هم روز چهارشنبه ضمن تایید اظهارات آقای ترامپ میگه که ایران دارای تعداد زیادی موشک بالستیک، به ویژه موشک‌های بالستیک کوتاه برد هم است. اینم جواب آقای روبیو هم بعد بده آقای عراقچی که این موشک‌ها تهدیدی برای ایالات متحده آمریکا، پایگاه ما در منطقه و شرکای ما در منطقه هستن. شرکای منطقه‌شون که اصلی ترین شریکشون، بزرگترین شریکشون کیه؟ رژیم صهیونیستی. شما باید جلب رضایتون رو بکنید. هزاری هم که برای آمریکا خوشرقصی بکنیم، هزاری هم که با آمریکا توافق امضا بکنیم، دیدی خیلی قشنگ میان پارش میکنن. مگه تضمین امنیتی به لیبی ندادن که اگه سلاح‌های هسته‌ای تو بدی، اون برنامه حضور شما هست که هسته‌ای تو موشکی تو کلا جمع کنی، امضا کردن. اولین کشورم فرانسه و انگلیس امضا کردن دیگه. همین فرانسه و انگلیس هم اولین کشورایی بودن که حمله کردن، زدن قذافی رو. دیدید به چه بنزدی از بین بردن. برجام مگه امضا نشد؟ مگه نیومد ترامپ حرکت زد زیرش؟ اصلا این حرفا چیه؟ چرا ما به جای اینکه بیایم معادله رو حل کنیم منتظریم یکی بیاد برای ما حلش کنه؟ ما خودمون
مثل بچه‌های میدان، مثل پهپادیمون، مثل موشکیمون، مثل صنایع دفاعیمون باید دستمون رو به زانوهای خودمون بگیریم در بحث اقتصادی ببینیم همونجور که شهید رئیسی کشورهای اطراف کشور خود ما رو رصد میکرد باهاشون تجارت انجام بده بتونه رفع کنه این حمله و جنگ اقتصادی آمریکا علیه خودمون، ما باید اون کارو بکنیم. الان چین بیشترین امتیازاتون به جامعه جهانی داره میده، ما هم میتونیم بگیریم، نه اینکه قش کنیم سمت چین، نه، یه توازن استراتژیک داریم، این توازن رو برقرار کنیم. ما اگر بتونیم آمریکا ببینه داره اقتصادت پویا میشه از طریق چین، قاعدتا خودش ورود پیدا میکنه، خودش با خواسته هایی که ما میخوایم هماهنگ میکنه که ما رو به سمت خودش بکشه، نه اینکه در ضعیفترین نقطه قرار بگیری کشورتو به آشوب و تنش و تجزیه نزدیک بکنی که بشینیم آمریکا میخواد بیاد برای ما یک دری رو باز بکنه. این در هیچ معادله‌ای در سطح جامعه جهانی من ندیدم که همچین اتفاقی بیفته، مگر اینکه افرادی که خواهان نابود کردن کشورشون باشن. خیلی مخلصم. یا علی، التماس دعا.